سلام دوستان، من مهدی هستم و امروز با هم بررسی می‌کنیم درآمد و شرایط کاری ماماها در چند کشور محبوب برای مهاجرت. اگه تو حوزه مامایی فعالیت می‌کنی و دنبال یک آینده روشن‌تر هستی، این اطلاعات برات خیلی مهمه. کانادا. در کانادا ماماها به طور مستقل فعالیت می‌کنن و درآمد سالانه‌شون بین 95 تا 120 هزار دلار کاناداست. محیط کاری فوق‌العاده‌ای دارن، از کلینیک‌های مستقل گرفته تا بیمارستان‌ها. فرصت رشد، تعادل کار و زندگی و فرهنگ چند ملیتی باعث شده کانادا مقصد خیلی محبوبی باشه. استرالیا. درآمد سالانه بین 85 تا 100 هزار دلار می باشد. ماماها در محیط‌های پویا با حمایت حرفه‌ای بالا کار می‌کنن و فرصت‌های مهاجرتی خوبی در انتظارشونه. اگر عاشق طبیعت، امنیت و سیستم درمانی قوی هستی، استرالیا انتخاب خیلی خوبی محسوب میشه. نیوزیلند. میزان حقوق ماماها بین 80 تا 90 هزار دلاره. این کشور روی مراقبت انسانی و جامعه تاکید زیادی داره و محیط کاریش هم گرم و حمایتیه. برای ماماها مسیر ثبت نام و معادل سازی مدرک کاملا شفاف و مشخصه. انگلستان. درآمد سالانه حدود 70 هزار پونده و امکان کار در سیستم ملی سلامت NHS یا بخش خصوصی وجود داره. فرصت‌های آموزش و توسعه حرفه‌ای، فضای اروپایی و فرهنگ غنی انگلیس رو خیلی جذاب کرده. آلمان. با درآمدی بین 54 تا 60 هزار یورو، آلمان نیاز بالایی به ماماهای ماهر داره. به خصوص در شهرهای بزرگ، فرصت‌های شغلی زیاد و امنیت شغلی خیلی بالاست. اگر زبان آلمانی بلد باشی یا آماده یادگیریش باشی، گزینه خوبی محسوب میشه. آخرین کشور و یا محبوب ترین کشور، آمریکا. درآمد ماماها بسته به ایالت بین 72 تا 90 هزار دلاره. در مراکز درمانی پیشرفته فعالیت میکنن و حقوقها در برخی ایالتها خیلی بالاست. تنوع فرهنگی و فرصت رشد هم جزو مزایای مهمه. امیدوارم این اطلاعات بهتون کمک کنه برای تصمیم گیری بهتر درباره مهاجرت و مسیر شغلیتون.